رسیدیم به آخرین مرحله پرورش بلدرچین. بلدرچین‌های ماده وقتی به 35 روزگی میرسن جداشون میکنیم و میرن تو سالن تخم‌گذارها. از اینجا به بعد دون مخصوص تخم‌گذاری میخورن و از 45 روزگی شروع به تخم‌گذاری میکنن. بیشترین راندمان تخم‌گذاریشون هم بین 70 روزگی تا 9 ماهگیه. یه سری از ماده‌ها و نرها هم میرن تو سالن مولدها. معمولا برای هر 4 تا ماده یه نر میذارن. ولی ما برای بالا بردن درصد تخم نطفه‌دار برای هر 7 ماده 2 تا نر میذاریم. بخش بعدی هم میره برای کشتار و این چرخه همیشه ادامه داره. حالا بریم سراغ فروش. تخم‌های خوراکی در بسته‌های 12 تایی هر بسته 50000 تومان. تخم نطفه‌دار با حچ بالای 90% دونه 6500 تومان. جوجه 1 روزه 11000 تومان، جوجه 20 روزه 35000 تومان، بلدرچین 35 روزه 50000 تومان، بلدرچین 45 روزه 55000 تومان و بلدرچین مولد هم دونه 54000 تومان. در ضمن خود مجموعه هم بلدرچین‌های آماده کشتار رو ازتون می‌خره. به سراسر کشور هم ارسال میشه. قیمت‌ها مربوط به امروزه و ممکنه هفتگی تغییر کنن. برای دریافت قیمت روز، اطلاعات کامل و ثبت سفارش کلمه بلدرچین رو کامنت کنی برات ارسال میشه. اینم پایان روند پرورش بلدرچین بود. به نظر شما روند بعدی بریم سراغ پرورش گوساله؟ اگه به پرورش دام و طیور علاقه داری پیجمو داشته باش.